سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با غذاهای خوزستان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. بادمجان لوبیا، بادمجان، نمک و لیمو. گنجشک سرخ شده، گنجشک رو پاک میکنن و همراه با آب میپزن. آن را با پیاز داغ و ادویه سرخ کرده و با نان میل میکنن. باقالی پلو با قیمه نخود. موادش باقالی سبز، لپه دونیم شده، برنج محلی و شیبیده. آب توله. موادش از توله یا پنیرک، سیل، آب و نارنجه. آب گوشت، فقط نخود گرد، گوشت و پیاز تشکیل میشه. گوشت بامیه. موادش گوشت ماهیچه، پیاز، گوجه فرنگی، بامیه درشت، نمک، فلفل و زردچوبه است. خورش گوجه. موادش نخود لپه شده، دشت، لیمو عمانی، پیاز بزرگ، رب گوجه فرنگی، نمک، فلفل و زردچوبه است. خورش زردک. موادش پیاز، روغن، گوشت خورشتیه، پیاز بلبلی و زردک. از پلو با فسنج پولیا. این خورش یا ملس میخورن یا ترش میخورن. کوکو شوید. موادش شوید، چرخ کرده، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه است. باقالی پلو با ماهی دسپولی. موادش باقالی سبز، روغن، برنج، شوید و ماهی شیربته، شلشلو. موادش آرد، تخم مرغ، شیر ولر، روغن، بکینگ پودر، خمیرمایه فوری، نمک، زعفران، شکر، مهیاوه و کنجده. تشتکی. موادش برنج، لوبیا چشم بلبلی، گوشت گوسفند یا مرغ، شوید، نمک، زردچوبه، چوب دارچین، پیاز و لیمو عمانی. شهره. موادش پوسکنده، کارده، حبه سیر، مایه مخصوص. بردنگک. موادش گندم حلی، لپه، گوشت دنبه‌دار، پیاز، شیره خرما و سرکه است. آش قلقل. موادش گوشت قرمز، برنج، پیاز، گندم، لیمو عمانی، زردچوبه، نمک، فلفل سیاه، حبوبات متنوعی از جمله لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، نخود، عدس، باقالی زرد و لپه باقالیه. دوستان مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بهتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.